معجزه خیلی بزرگ داخل چاه زمزم در مسجد الحرام. شما باور نمیکنید که در قلب چاه زمزم چه چیزی یافت شده. معجزه عظیمی که میلیون ها نفر را انگشت بر دهان کرد. سبحان الله. سلام، شمس الدین رسا هستم و در این برنامه با جزئیات روی موضوع صحبت میکنه. پس ما را تا آخرین لحظات ویدیو همراه باشید. در یکی از عجیب ترین کشفیات داخل چاه زمزم دانشمندان با چیزی سر خوردند که اصلا تصورشان نمیشد. در عمق 30 متری زیر زمین یک چیز حیرت انگیز آشکار شد. چاه زمزم که در مسجد الحرام و تنها 20 متر از کعبه مقدس فاصله دارد، با ظرفیت پنباژ 20 لیتر آب در ثانیه 30 متر عمق دارد. اما دکتر مازن سعدالدین، پژوهشگر اسلامی در مکه، ماجرای جالب از سال 1971 درباره چاه زمزم روایت میکند. در اون زمان فرد ادعا میکرد که آب زمزم برای نوشیدن مناسب نیست، به خاطر که معتقد بود که موقعیت مکان کعبه مقدس از سطح دریا پایین‌تر است و ممکن است باعث ورود فاضلاب به داخل چاه زمزم شود. در واکنش به این ادعا دانشمندان در عربستان تصمیم گرفتند حقیقت را آشکار کنند و نمونه از آب زمزم را برای آزمایش در آزمایشگاه‌های مشهور اروپایی ارسال کردند. در این موقعیت اتفاق خیلی جالب رخ داد. انجینر شیمی مشهور به معیودین احمد برای جمع‌آوری نمونه ها انتخاب شد. هنگامی که برای اولین بار چاه را دید، باورش سخت بود که یک منبع کوچک آب با ابعاد فقط 18 فوت طول و 14 فوت عرض از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام میلیون ها گلن آب برای حجاج تامین کرده باشد. راز چاه زمان پیچیده تر شد که معین‌الدین وارد آن شد. او هنگام بررسی چاه متوجه موضوع عجیب شد. هیچ منبع قابل مشاهده برای جریان یافتن آب در چاه زمزم وجود نداشت. برای یافتن منبع آب او تصمیم گرفت آزمایش جسورانه انجام بدهد. او یک پمپ قدرتمند را برای استخراج آب با سرعت بالا راه اندازی کرد تا اینکه سطح آب را مشخص بکند. اما آنچه که رخ داد حیرت آور بود. سطح آب حتی ذره‌ای کاهش نیافته بود. علیرغم مکش شدید، معین‌الدین مشاهده کرد که شن و ماسه از زیر پایش حرکت میکند و آب از یک منبع نامرئی دقیقاً به همان میزانی که پمپ آب را بیرون میکشد دوباره به داخل چاه جریان پیدا میکند. در نتیجه سطح آب چاه زمزم بدون هیچ تغییر ثابت باقی میماند. زمانی که نمونه جمع‌آوری شد برای آزمایش به آزمایشگاه‌های مشهور اروپایی و سعودی ارسال شد، نتایجش شگفت انگیز بود. مشخص شد که آب زمزم کاملا متفاوت از سایر آب‌های جهان است. این آب دارای مقادیر بالایی از نمک‌های کلسیم و منیزیم است که احتمالاً دلیل احساس شادابی حجاج خسته پس از نوشیدن آن است. اما مهمتر از او، آب زمزم حاوی ترکیبات فلوراید است که به طور طبیعی باکتریاها را از بین میبرد، در حالی که اکثر چاه‌ها در طول زمان محل رشد قارچ و گیاهان میشوند که طعم و بوی آب را تغییر